محل دریا و دریانوردی بوده، محل واردات صادرات بوده، محل کارهای تجاری بوده، بالاخص لنج سازی، صید و صیادی و تجاری. مردم کنگ همش دریانورد بودن، همش دریانورد، دریادل بودن، همش تو دریا کارشون بود. اون وقت رفتن برای 7 ماه 8 ماه که از وطن، از خونه، از همه چیز دور بودن. الان تو جهان بندر کنگ شناخته شده برای شهر تاریخی. بندر کنگ تو جهان ثبت شده. بومیاش که کلا دریانوردیه شغلشان، نسل بر نسل دریانوردیه اینطوریه و اونایی که تازه به بندر کنگ اومدن تقریبا به این سن کشیده میشن. آدمون خوبی هستن و حتی هر کجایی که شما برید توی بنادرهای آفریقا، یمن، کنگی رو میشناسن. بچه‌های ما ناخدا هستن، ما بودیم، ملوان هستن، یعنی هر جای شما برید بندر نکنی کاری دیگه نیست. همین کار ملوانی و کار ناخدایی و کار لنج و لنجاری است. کنگ شهر تاریخی و لنج سازانه، معروف لنج شهر تاریخی و لنج سازیه. خانوادتاً تو کار دریا بودیم، همشون پدرم که مثلا هم صاحب لنج هم خودش لنج داره. اینا از همون قدیم که بودن به سفرهای دور دراز میرفتن، به آفریقا، به هند، حتی در قدیم الایام با لنجایی که بادبان داشت اینجا سفر میکردن. یعنی من خودم تو جزیره سقطرا بودم، تو ماشین نشستم از اسکله میرفتم به شهرم بزرگشون هدیبو. بعد راننده سوال گرفت با یکی دیگه، گفت کجایی؟ هندیه؟ گفت نه ایرانیه. به من از دیگه گفت ایرانی، گفت کنگی هستی؟ گفتم بله. گفتم چطوری تو گفتی من کنگی ام؟ گفت غیر از کنگی ها به این سم کسی دیگه نمیاد. ناخداهای اینجا هر کدومشون برای خودشون یه سنبادن، یعنی همون کار سنباد بلکه زیادتر هم الان دارن انجام میدن. ناخداهای اینجا هیچ دستگاهی و وسایل قبلا نبود، با همین نور و ما که میگه، با همون یه ستاره خودنما که میگن، با همون رفت آمد میکنن. چهل سال رولنج بوده خودش، قبل با اینکه درست کردن رولنج هم بوده. ابراهیم قاسمی پیشکسوت ما هستن، آدم خیلی خوش اخلاقه، با اینکه مثلا سن بالا داره، بالای 80 سال سن دارن، ولی از نظر عقلی، از نظر هوشی هنوز مشاور شهر ما هستن و خیلی از ناخداها مردم برای لنج سازی، برای تردد دریا از ایشان مشورت میگیرن. خیلی از سفرهای جایی رفته که ما نرفتیم، اون دیگه تجربهش از ما خیلی بالاتره. ناخدا قدیمی کن ابراهیم قاسم، منم از این مشورت گرفتم وقتی می‌خواستم برم. اونم کاملا من شناخت داره، جوری گویی که میرم میگه چه خبره، چه کار کردی، کجا رفتی. اینا خود قدیمی هم لنج دارن، اینا هند خیلی رفتن، بیشتر سفرش هند بوده. 7 سال تو یکی از لنجاش ناخدا بودم و خیلی عماد شریفی، خیلی عماد خوبیه. اولین بار که رفتیم 18 سال با لنج با شراب با مکیه نبود، ماشین نبود، هیچ خوراک خوب نبود، هرچی بود میخوریم.
هر چی که ناخدا گفت بگرست بگرست. قدیم لنجی بود با شرا میرفت. شرا دیگه چیز غیره. یکی لنج کوچیک اونجا دارم برو بیارش. این میگنش لنج شرایش شرایش ایه. این شراشه. می، جون، جولی، اگست، سپتامبر خطر شهر. 5 ماه خطره. هوا کوس میاد. کوس باره کشتی هن. برای لنج دومی آزادی نمیره. قابل نداره برید. زحمته. ناتون برید. 3 ماه که خلاص بود، حالا دیگه میریم به گرون، به یه دیگه یوزی میکنیم، ساقمش میکنیم، شرامراش راست میکنیم، میاییم بکن. 3 و 4 میمونیم، دوباره میریم به بصره. همین کار سال به درای گردی. 8 ماه 9 ماه به شهر نوتایی. بعد از 9 ماه به شهر تایی. دیگه موقعی که دیگه بادمان بوده که دیگه اصلا خیلی سخته، ولی وقتی که هم شب که میشه توی امواج میافتی تعجب میگه خدایا اینا با بادبان چطوری میرفتن. الان با این همه دستگاه، با این همه جی بی اس و بی سیم و رادار و همه چیز هست، موتور هست، دیگه تو داره سختی میکشی، ولی اونجا میگه تعجب میکنید بابا چطوری دریانوردی میرفتن با این بادبان. وقتی هوا خراب میشه چیکار میکردن؟ حالا اگست بوده، ماه چند ماه 8 انگلیسی. حالا فتوحن. هر جای اری برو. به هند اری خوبن، به افریقا اری خوبن، به یمن اری خوبن، به عربی اری خوبن. اول جی بی اس نبود، تلفن نبود. روس وقت زوال 1 دقیقه فرصتن. این به یک نام یک دستگاه این کمالش میگن. کمال شیشن زربین 3 تا 4 تا تنظیم کنی. روز میاری پایین، روز سر جاشنو زربین رویه میاره روز پایین. چه اندازه این ستون عبابر زیر. تو تیمین میکنی اینجا مستداره بریج بگه که این روز زیر اون اینجا. او از اینجا تا اینجا فرق میکنی. همین اندازه زیرون. وقت دریا نگاه کنی. نه اینجا نمیشه، دریا میشه. باید علم بسید که بری به افریقا و بیایی. جناب علی که میگه تو چرا رفتی؟ من میفهمم، هوا میشناسم. اینجا دیگه از ایبو مصاحبه اون طرف دیگه عربن. بعد از عربم نه یک لفظه. بحرین غیرن، قطر عربش غیرن، امارات سخنش غیرن، عمان عربن سخنش غیرن. سخن باید بدونی، سخن سلام علیکم السلام نه، باید بدونی صحبت بکنی. نیازه که تو خلیج عدن و کشورهای آفریقا 2 زبون نیازه، یکی عربی یکی اردو. یکی عربی یکی اردو. حالا که من چون خدمم هندی بودن دیگه اجباراً باید یاد میگرفتم. قبلا که میدونستم ولی اجباراً باید یاد میگرفتم. عربی هم اجباراً باید یاد بگیری، چون تو کار میکنه اونجا اکثرا نشون سومالیا که عربی صحبت میکنن ولی با اردو، زبون اردو وارد هستن. دوز دریایی طوفان که همیشه هست. من سال 85 که بودم کم دوز دریایی بود، ولی سال 90 تا 91 رفتم که اوج دوز دریایی بود. برخوردم داشتی باهاش؟ نه، ما الحمدلله برخورد نداشتیم، ولی خب یه چیز خوبی که اونجا هست، ناوهای کشور خودمون آزادن، زیر نظر پنتاگون اینا نیستن. یعنی همیشه مواظبت اونجا میکنن، یعنی امنیت اینطوری تقریبا هست، یکی امنیت هست.
مردم زحمتکش بودن و دریای جوشو و ناخدا و زحمتکش تو کنگ بودن. من 13 سالم بود که رفتم. اولی که رفتم کمکی بودم. سال بعدی که دیگه رفتم 14 سالم بود. خدا رحمت کاکا کنه گفت تو آشپز باش. گفتم من نمیتونم دیگ بلند کنم. باید بچه‌ها کمک میکنن. غذای 25 نفر درست میکردم. گوشتم نمک میزدم. با خاطر که وقتی گوشت دریا نبود نمک میزدم یا یقنی میکردیم تو روغن تو پیاز این کوسه ها خشک میکردیم دیگه اینا ما میگیم چتنی کلی میکردیم اینا چتنی میبرسیم رو آتش بعدم نالش میکردن و نرمی میکردن با پودر نالگیر قاطی میکردیم و یک کم فلفل میدادیم و میریختیم رو غذاها. یکی میگن به نام حاج علی گلبت مرد. یوسف گلبت برادرش بود مرد. عبدالرحمن مرد. اینا ناخدا بودن. یکی حاج احمد برار اینا 4 تا مال یک منزل 5 تا مال یک منزل مرد بودن. رفتن به هند و سند و یکون رفتن تا افریقا رفتن. نه من یکی رفتم اونا هم رفتن. یه دفعه آمدیم تو 3 تا لاین بودیم با هم ولی ای خدا رحمتش بکنه ملامت هستش خدا زنده مسکینه. این بنده خدا به بر کشید تو کوه درازی کوه کشید با هوا خرابه. 2 تا لنجای هندی بودن با ما غرق شدن. ما دیگه دگلش رو آب دیدیم اینا غرق شدن رفتن با بلوانش اینا. برای این ماشاءالله زرین بود ماهر بود خودش انداخت این طرف و بر انداخت درازی پای کوه اینطوری آمد از طوفان برای خودش نجات داد. به اینجور رفتیم و به اینجور معیشت دنیا دور آوردیم. خیلی زحمت کشیدم. یک تن خودم 1 تا خونه در هند دارم 5 سال 4 سال نرفتم به هند و نه به اینجا همه کوبیدم تو دریا. رفتم پورت و زنجبار برای بندر کشتیرانی هم امسال کردم. زنجبار گفت که بودن اینجا کنگوان تمام پرونده کنگوان نخ ملف نخ قفسه نهاده بوده تا 20 سال قبل. 20 سال بعد بودید که شما اصلا پیدا نهی ناتی تو و یکی 2 تا پیرمرد اصلا همیشه بود تو پسکی تا حتی به خیلی مثلا به باب ما بابو محمد قاسم اینا همه شناخت. تو لنج پنکه دارد پنکه میزنه رو میکنه. پنکه ما شکست سلندر نیست. کاری تو را غوصه کن اسکنی بیامون امیری زنده بگی خوراکتا هاوتا کسی نی انسان نی خودتو و خدا و همین ناخدا یا جوج. این خودش پنکه لنج رفته آواز بوده و دور کپسول رفته تو دریا پنکه لنج بسته. پنکه و بچه ها با تناب پایین کردن یواش یواش این پنکه رو برده با غوز جا. یک بار آمده نفس کرده پنکه برده یک بار بوده پنکه جا برده یک بار پیرش که گذاشته پنکه جا برده بعد این پیچاش بسته بار بیرون نه کپسول بوده نه چیزی بوده با غوز. من اونجا زیر آب رفتم بدل کردم اومدم کی قبول میکنه این کار مهمه کار همینطور نیست سالفه نیست. با غوز نه سلندر نه وایر نه برق خودم برو 5 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه کار بکن دوباره بودو. این پنکم کنده و پنکه دور ما بردی غیر جام داده. آیا تو چرا که اینا بگه چه ناخودی رفته چه انسانی رفته
حالا میرن حالا نه که نمیرن با سلندر. تقریبا 60 سال 70 سال قبل ما کوچک بودیم، تقریبا 10 سال 12 سال اینجا آدم این کار بره به دریا و اینجا کار نبود. رفتن از اینجا به سومولی هاو 40 بغل 40 تیزوتی، سلندر نبود، هوا نبود، غوص میرفت تو دریا 40 بغل به کم نیست، 40 بغل همونجا گماش دور ببرد قزس واس میکنن جمع میکن تو خوردین دخل کشن کیسه خل کشن دخل کن میریزد درازه که یک پی این پی بود یا پرکه یا 10 تا 15 تا 20 تا میارد بالا او 40 پیمون این ول میکنه خودش میاد بالا. یه خب این نمیتونه میاره سنگینه، ول میکنه دقبند بسته اتت بالا، بندقه بگید میکشن که بیاد بالا. 40 پیمون برید اونجا جمع بکن دوباره بیاد بالا به کم نهن 40 بغلن نه اینجا سلندر نی هیچ. اون وقت باز میکنن جمع که کردن مغرب که بود پیشتر از مغرب زرد روز واس میکنن میگردن توش گماش هست میگنش گماش قیمتی هست ارزونی هست. اگر داخل روز 2 تا 3 تا قیمتی گیر کف دیگه نمیخواد بری سفر هند یا سفر اروپا همین میفروشن. خرمن کوبیده با هر کس نیست با و نمی خود مردی کوهن حبیب همه چی میفهمه دبوک میفهمه گفت میفهمه به چه بگم لن میفهمه که چه کلا از قدیم هم لنجساز بودن و هم دریانورد بودن. 99% تعمیرات شناورای دریایی همینجا داخل بندر کنگ انجام میشه. انواع و اقسام شناور اینجا از چوبی، فایبرگلاس، فلزی، شامل حتی بارجای 5000 تونی هم همینجا داریم داغ میکنیم. نخایی که میبینید مثلا آغشته به روغن میشه، میبینید که پنبه است کلا. آغشته به روغن میشه، این شکافایی که بین چوبا ایجاد میشه کلا با اون ابزاری که دارن قشنگ آب بند میکنن. 1 سال این شناور رو حفاظت میکنه در برابر نفوذ آب. بعد از گذشت 1 سال و نیم هنوز چوب خورده شده ولی این نخا هنوز که هست سالم مونده. تیکه‌ای از تخته برداشته شده، به اصطلاح فنیش میگن شخاص برداشته. تخته جا بزنن، فتیله کاری بشه، آب بند بشه، پیش مورش هم ببندن که کارش تمام بشه. میخایی که خراب بیرون میکشن، از نو تعویض میشه، فتیله کاری میشه، روغن کاری میشه، رنگ کاری میشه.
تقریبا 7-8 تا لنج درست کردن خودشون که حالا باقی فروختن. 3 تا دارن، 2 تا در حال کار تردد هستن، دارن کار میکنن. یکی هم که فعلا درست کرده و منتظره که موتورش دیگه بذاره و شروع به کار بکنه. این کار منه که نه که تعریف میکنم، میتونم از دریا بکردم، ولی اول میخوام مکینه بگذاریش. گریه میکنه برای من میشنوم که این گریه میکنه، گریهش میخوام میچه اگه بدن تو دریا. خلیج فارس رو میشناسن، یعنی همه میگن فارس، کسی نمیگه خلیج عربی. اونجا میگه از خلیج فارس اومده، از بلاد فارس اومده، صحبتشون همینه. حتی من تو کشور عمان بودم، فکر کنم بندر مطرح بودم، یه موزه یه جایی داره از بندر مطرح اسکله که میره بیرون، کلا حالت چیزای قدیم دیده. من اونجا نقشه خلیج فارس پیدا کردم، نمیدونم ما چند سال، خیلی قدیمی بود، تو این مغازه ها گذاشته بود، من نگاه کردم تاریخش یادم نیست، یعنی نقشه خیلی قدیم بود. یعنی این ثابته که فارسه. او سر بعض جداگونه است که کمی اینا چیز میکنن، یه حرف دیگه میزنن، ولی همشون از ته دل میدن فارس و فارس. اینطوری تو مدارکات، تو چیزهای مثلا خارج که ما راهنمامون بود قبلا میگفتیم نقشه نالیه چارتر، حالا هر چی که بهش فارس حساب میکنه، تو اون هم هست 800 سال به بالا میتونم بیان نگاه بکنم، ولی خلیج همیشه فارسی. یعنی خودمون تو کشوریم ولی قدر کشورمون باید بدونیم، چون تو این امنیت خیلی خوبی هست، اونا همچین امنیتی ندارن، افسوس امنیت خودمون میخورن اینطوری. یعنی روی ایرانی یه حساب دیگه باز میکنن تو چیزی. خب حالا من به عنوان یه ناخدا میرم اونجا که خطایی بکنم، خب آبروریزی برای کشورمون. خودمون هم ان شاء الله هستیم اینجا که همش گرفتیم خلیج، نگهبانی شب و روز داریم میدیم. مرزبانیمون زیادتر از اون هست، خیلی هم زیادتر است. غیر قواتای دیگه، ارگانای دیگه، ما خودمون شب روی دریا هستیم. از این قایق کوچه گذشته تا لنجای بزرگمون همه روی دریا رفت آمد دارن. پس خلیج همیشه فارس. خلیج بدون فارس معنا نداره. زجر خیلی من کشیدم تا به این سن رسیدم، خیلی. حالا 5 سال 8 سال بلکه 10 سال بود که حالا دیگه دریا نمیرم. این کم کم که عمر زیاد شد، یه از سقون امروی نمیکنه. بلغا من سلامه و ترحم و عبدالله يا نبي ابن العاشر يوم وعبدال وترحين بلغوا من سلامه وترحين إلهي تلابنك علي الشام بديع السما رفع البرا